از روی حساب حامیان حقوق بیش از 600 مهاجر سال نو را در شعبه‌های پلیس شهر مسکو پیشواز گرفتند. آدمان را در میدان سرخ دستگیر و به ماشین بار کرده به شعبه‌های گوناگون واقع در کناره‌های شهر بردند. کریم جان یارو فعال جامعه شهروندی به واسطه شاهد این بازداشت‌ها بود. Ближе к вечеру уже начали поступать сигналы от мигрантов разных о том, что начали массово задерживать мигрантов. بگاهی روزی مهاجران درباره بازداشت عمومی در میدان سرخ خبر دادند. اصلا معلوم نیست که بازداشت بیش از 600 نفر چه هدف داشت. اگر مقصدشان معین کردن افرادی به حجت بود و یا حتی اگر از لحاظ مالیوی نیز بگیریم نتیجه این عملیات به صفر برابر بود. Можно считать, что эта операция с точки зрения даже финансовых расходов это нулевая. نه تنها مهاجران بازداشت شده بلکه حامیان حقوق نیز نتوانستند سال نو را با شادی و شکوه استقبال گیرند. آنها شبی دراز با شعبه‌های پلیس در تماس بودند. جناب کوزنیتسوف، آدمان را به نزدتان آوردند؟ فعلا در نزد من کسی نیست. این دروغ است. من بار دیگر میگویم به بخش نوبتداری کسی را نآوردند. جناب کوزنیتسوف، پس این 52 نفر را به کجا بردند؟ این مقدار آدمان را نه خودشان و نه حجت‌هایشان را به من نآوردند. عجیب است. همه آنها را به اتوبوس بار کرده به شعبه شما بردند. اکثریت بازداشت شده ها را به قانون ویرانکنی مأموری، میده افباشی و استفاده الفاظ قبیح در جایهای جمعیتی متهم کردند. قانونگذاری برای چنین کردار تا 500 روبل روسی جریمه مقرر کرده است. مبلغ تعیین شده چندان زیاد نیست، ولی اگر مهاجر را 2 بار جریمه کنند دفعه سوم برای 3 سال از حق وارد شدن به روسیه محروم می شود. اگر شخص یک حقوق ویرانکنی داشت و بعد آن باز جریمه شد او برای 3 سال ممنوع الورود می شود. احتمالاً این گونه فرمان از بالا شده است، زیرا یکم اینکه بازداشت‌ها به طور عمومی صورت نمی گرفتند و بعداً طبق قاعده آنها را باید به نزدیکترین شعبه‌های پلیس می‌بردند، نه به کناره‌های شهر. یقین است که نمی‌خواستند یک گروه معین آدمان به میدان سرخ راه یابند. برای معین نمودن سبب اصلی بازداشت عمومی مهاجران در شب سال نو به بخش نوبتداری شعبه پلیسی براتییو زنگ زدیم، زیرا تعدادی از دستگیر شده ها را به همین شعبه انتقال دادند. پاسخ به سوال ما چنین بود: این آدمان برای چی دستگیر شدند؟ ما چنین معلومات نداریم. اما به نزد شما مهاجران را آوردند. من نمیدونم، به خدمات مطبوعاتی زنگ زنید، به شما میفهمانند. حامیان حقوق میگویند بازداشت مهاجران در شب سال نو تجربه نو نیست، اما به طور عمومی دستگیر نمودن آنها و به اصطلاح پاک کردن میدان سرخ از مهاجران سابقه نداشته است.